سلام گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. این ویدیو کوکینگ فیوره که به نظر من معرفه. قبل از ویدیو این علامت قاطی میکنم، این علامت لایک که سفید سیاهش کن، بعدش سابسکرایب هم اوکیش کن که یه بیزی داخلش نوشته سابسکرایب که سیاه، اونو بزن که بنویسه سابسکرایب و سفید بشه. پس برو بریم، اگه اونا رو زدی که برو بریم. زنگوله رو هم بزن ها، میام سراغت. بریم. صنعت این بچه توتوریال فکر کنم سوسه و پول بی نهایته تو مایکته همین چیزشون. خب هات داگ بودش، الان حلش میکنم. الان اوکی آقا، آرام 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 بخواین اینا رو. بیا بابا سوختن دیگه. چیه الان آخر؟ تو چرا دوتا میخوای؟ حق نداری دوتا بخوای. پولشو میده، میگم حق نداری دوتا بخوای. خب 3 تا 4 تا 3 تا. آها خب ای وای آخ چی اون داره اینطوری میکنی؟ یه لحظه اومدم. بیا الان سخت شد، یکم کارمون پیچید. آها پختن. بودو بیایم این ورازر با سس هم میدم ها، ببین با سس هم میدم. بیا صدا جالبی داره، میدونی؟ نه نمیدونی که. بیا آبجو بیا آقا، برو دیگه، تو به خدا برو، اذیت نکن. صدا بازی کمه انگار. آره الان صدا خودم کمه. اشکال نداره، الان من درست میکنم. بیا اینم بگیر. تو که الان این همه بچه خوبی هستی، به تو میکنم بگم تمام شد. جالبه، بده این رو من برم. پولم واسه من تاثیر نداره ها. آقا اون سوخت، یک اون رو برداره ها. خب جوایز داریم، 8 تا جوایز داریم ماشاءالله. لیول اپ شدم. هورا آقا اینا رو ول کنیم. یه دونه استادیوم هست بازش نکردم واسه ویدیوه. ESC دارم این میزنمش که خارج بشه. البته نمیشه، فکر نکنمش. همه چیزم که آپگرید کامله دیگه. نه کام بک. خب منو فکر کنم بشه. آره کوکینگ فیور. این صورت من همینجا دیدم. فورسه جیم شده. چیه این؟ آیا یه چیز اشتباه بس فود کور. اینا همشون فور سیلن ها. فعلا اینو باز میکنیم. سپورتس بار. برو بریم. ای باش، یه کار اشتباه کردم. هیچی آپگرید نمی کنم فعلا چون لیول اوله دیگه. چیه مثلا 12 تا بودم اول داداش، بذارمشون تو. داشت میگی چی میخوای؟ خب یور کاستمر. خب از اینا برمیدارم. اینا خب دوستان این دیشا ما تمام نمیشه. دیشا خب
خب توپ میخوای بیا توپ بدن بذار باش توپ بدن خب درگم بفهم خانم توپ میخواستی بیا توپ هنوز 9 تا همینطوری قراره بیان اینا رو دیولاپ کنم به حسابتون میرسم توی یه ایته یه اوته توپ میخوای بدم توپ میزنم فقط بدم مثلا بفرما بیا توپ میخوای آقا پسرای کوچیک بر نمیدارم ببین کی اومد خیلی توپ از ما سوخت یاد یه توپ میخوای 3 تا توپ نشون داده ولی 1000 تا توپ دارم پول بی نهایت انگار آخه این به صورتش میخوره توپ خواسته باشه ببین بعد این چی میخواد خیلی منطقیه بازی منطقش زیاده مغزم نمیکشه به منطقش این چه منطقیه تو این بازی داره اصلا من دم ریخته آقا تو چرا اینطوری میای آها این یکم مسخره بیا تو حکته بخوای اون حکش نبود بخواد استغفرالله بریم آنلاک بخواه پولش کن 1000 تا پولش کن اصلا بچه این بازی ها رو با بلو استکس میدم اگه بخواین همه چیز رو توضیح میدم توش اگه بخواین اگه نخواین که نمیخواین دیگه من زور نگردم نیست بکنم آقا الان ما قرار آپگرید کنیم و میدونید دیگه من چطوری آپگرید میکنم آپگرید های منو دیدید سلام خوبه سوسیج بفرمید سورو هر سویت رو میخریم تیره آقا ما چی هی داره آنلاک میشه دیگه همینطوری پامونو ببین چی طول شد اولیوامونو سرانو یه 2 لول هم از این بریم بعد یه دونه جای دیگه هم باز کنیم دیگه این پات بسته بسته من پا رو ببین چند تا هم دارم جان بفرما آقا بفرما وردم دیگه تو ما اعصاب ندارید پول شما را خریداریم میخوای بیا از نام میخوای بیا از نام میخوای بیا خب با اینه چرا اینطوری برعکسن نمیفهمم بازی منطقش عوض سوخت خوبه منطق بازی داده من دیوونه میکنه 3 تا همینطوری میپسیم آقا بپس ولی خیلی کوچیکه اینجا اصلا نمیتونم کار کنم من باید تو رستوران کار کنم آقا این آخه من یکم منطقیه من حالا منطقی فکر میکنم بیا آقا بیا آقا بیا دیگه تو بگیر آقا ناراحت نباشه الان به تو مخصوص میدم بیا به تو هم مخصوص میدم بیا به شما هم مخصوص میدم بیایید واسه همه مخصوص هست اگه دوست داشتی لایک کن که این صدا هم ادامه بدیم خب نه بذار این چیز رو هم اوکی کن چیز منظور دکوراسیون رستورانمونو رستوران که نیست سر بین
بیا میخریمش. تیشرت هم میتونم بفروشم. ای جان توتوریال دوباره داره. نمیخوام بیا بک. بیا نمیخوام بیا بک دیگه. اصلا چرا بهم میرزه. Running out of time, upgrade your interior. Tables. خب چیو باز کنم؟ این چیه؟ من بفهمم. این چاینیه. بیکری. من بیکری دوست دارم. بریم. یا الله. خب بریم اینا رو اول. اینتریور. upgrade. تلویزیون ها رو. خب نمیخوام. عجب چیزی. خب اینجا این رستوران ها. این یک گولد نو سره اصلا اینجا سره. خب این چرا با نه تناسب دارم. اسپیکر مگه چی بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ چی کنیم؟ فلور لمپ. عجب لمپین. خب اینا هم صندلی دیگه. نه پیزا دیگه. پیزا رو اگه بخواستید میذارم. پیزریا. آشپزشو هم بچه میتونیم بریم. هر بازی که بخوان. این به مولا تو لاله پارک تبریز نیست بچه. به مولا دارم میگم. هست مثل اون نیست. و ببین چیه من کجا بود؟ اینجا دادم بیکری. میذاشتی کارم رو میکردم آقا. خب کیچن آپگرید میخوام بکنم. کیچن آپگرید. دیش قراره بدم. دیش دارم میدم دیگه با دیش. خب اسپرسو یاده بفروشیم. عجب اسپرسو هایی هم داریم میفروشیم. میلک شیک. این چه میلک شیکی؟ کیویه. شورتای اوون. تیبل تاپ. این کیکه یا واقعی راوند کیک وانیلا کریم. بفهمیم. شروع کنیم که نه شروع کنیم. خب بریم. اینم لول آخری که داریم میدیم. بریم. یا الله بفهمیم. خب میگه اول باید اینو بزنی روش. بعد بذاریش تو اوون. کیک is baking. آها جالبه. آخه این که خیلی راحته. الله یه دونه خب بعد الان چیکار کنیم؟ بیا بفرمایید. به سلامت. بذار الان بیدم بود. بیا
بذار پول ببین پولو کجا گذاشته. یعنی بهترین روش واسه چیزها ول کن فواد الان نمیدونم خدا بشه بفهم دیگه اسپرسو یه کیک یا واقعی آقا نه کیکن یا واقعی میلک شیک نمونه است بفرما 10 تا از اونم 10 تا مونده کاسمون هم 10 تا مونده بیا برو بیا این برواز عجب ولی چی رستورانی دارم مخصوصا این گرسمان که خیلی دوست داشتم عجب شکلی زدن میشون چه خوشحاله آخه ندیده نشنیده نخونده فوتوی داره بیا 7 میتونم همه شونو بدم بهشون برم کلیما رو میتونم بذارم نمیتونم ای شیطان هست همه چی یه دونه خواستی یه چی هم روش داد به شغلات داده روش بیا بذار بدم بیا بذار بدم بیا 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 میلکشیک دیده سرت الان این گرار میلکشیک نه خواست اسپرسو خواست کیک میخواد بیا 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 اشتر نسوزه دوباره چه بزنم اینو خب بزن اینا بزن اینجا اینا بزن کار کنم آقا بزن اون تموم شد بعد دیگه You're rivered. بس شد دیگه زیاد شد بس همه چی بس آقا کوکینگ فیور بچه همه چی داده ها فکر کنم اونقدر روش کار کردم خب گایز امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک اولش گفتم همه چی خدافظ